با نام خدا خدمت خانمای عزیز. عزیزان، توی این قسمت از ویدیوها من میخوام براتون آموزش کامل و کاربردی وصل دهنه به کیف، آسترکشی، شلاقی، دوخت جیب و غیره رو براتون آموزش بدم. ببینید تا اینجای کیف رو من توی پیجم برای هر مدل کیفی آموزش دادم. هر مدل کیفی که میخواید ببافید، کفیش رو میبافید، یه رج دورگیری میکنید، بعد مدلتون رو میبافید تا به اندازه دلخواهی که خواستید برسه. بعد از اینکه مدل شما به اندازه دلخواه رسید، شما باید، فرقی نمیکنه چه دهنه باشه چه قرار باشه در کیفتون زیب بخوره، شما باید چند رجی ساده بافی کنید. توی دهنه گذاشتن میتونید ساده بافی نکنید و یا یک ردیف ببافید، ولی برای کیفایی که زیب میخوره بهتره یه 5 یا 4 ردیفی به این اندازه ساده بافی بکنید. ساده بافی یعنی چی؟ یعنی درون تموم پایه هایی که داریم ما میشینیم پایه کوتاه میزنیم. ولی من قراره بهتون دهنه رو آموزش بدم به این صورت. ببینید خانمای عزیز، بعد از اینکه کیفتون به اندازه دلخواه شما رسید، به مرحله نصب دهنه میرسیم. دهنه رو کاملا به این شکل دور تا دور کیف قرار میدیم. ببینید با دستتون نگه میدارید یا میتونید اینجاها رو با یه نخی چیزی ببندید که اندازه بگیرید. من وقتی کیفم رو دور تا دور دهنه میذارم، ببینید این قسمت من اینجا مشخصه که کیف من، اندازه کیف من بزرگتر از دهن است یک مقدار. ببینید دوباره جا گذاری بکنم. خب ببینید این مقداری که اینجا هست، خب این مقدار اضافه است برای کیف من، یعنی کیف من بزرگتره. اینجا یه نکته بهتون بگم که من برای هر دهنه‌ای اندازه کیفم رو بزرگتر میگیرم. به چه علت؟ وقتی کیفی قراره دهنه بخوره، اگر که کیف یک مقدار بزرگتر از دهنه باشه و بعد دهنه گذاری بشه، خیلی ایستایی قشنگی داره. ولی راه حل این قسمتی که این اضافه است چیه؟ ما که رج آخر رو تموم کردیم، برای این کار میایم قراره دهنه کیفمون رو یکم کوچیک بکنیم که این دهنه اندازه بشه براش. ببینید یک زنجیره میزنم و 7 تا پایه میبافم. 1 2 3 4 5 و 6. اینم 7. اینجا قرار من دونه کم کنم که دهنه کیفم تنگ‌تر بشه. ببینید عزیزان، برای کم کردن دونه شما میتونید این کارو بکنید. این پایه رو نبافید، مستقیم بیاید پایه بعدی رو به این شکل پایه کوتاه بزنید. ولی من این مدل رو دوست ندارم. اینجا یه جای خالی زیاد دیده میشه، قشنگ دیده نمیشه. ببینید من این کارو میکنم. از همون پایه‌ای که قراره حذف کنم وارد میکنم، نخ در میارم. از پایه بعدی هم نخ در میارم. دوتا رو یکی میکنم، یعنی از درون هر سه تا نخ رد میکنم. ببینید به این شکل اصلا جایی باز نمیمونه. دوباره 7 تا پایه میبافم. 2 3 4 5 6 و 7. دوباره یک پایه کم میکنم، از این نخ در میارم و از این یکم نخ در میارم، از توی هر سه تا با هم رد میکنم. اینجا اول رج من بود. این قسمت من قراره تا آخر رج هر 7 تا یکی کم کنم. این اندازه به مقدار این اندازه کیف من گشادتر بود. اگر کیف شما زیاد گشاده، شما هر 6 تا یه دونه کم کنید. ببینید دانه ها رو جوری تنظیم کنید کم کنید که این دهنه اندازه کیفتون بشه. این از این. یعنی اگر کیف شما بزرگ باشه و دهانه شما کمی کوچیک باشه، شما راه حل دارید. میتونید دهنه کیفتون رو تنگ کنید و دهنتون رو بذارید. ولی متاسفانه اگر شما کیفتون رو کوچیک ببافید و دهنتون بزرگ باشه، هیچ راه حلی برای این مشکل وجود نداره. پس عزیزان، من الان دور تا دور کیفمو هر 7 دونه یه دونه کم میکنم و میایم با هم دهنه رو نصب میکنیم ان شاء الله. خب خانمای عزیز، ببینید من دونه هامو بافتم، ولی ببینید من 2 تا که بافتم دیدم که کیف من یکم زیادی گشاده دهنش. به جای اینکه هر 7 دونه یه دونه کم کنم، هر 5 تا دونه یه دونه کم کردم. گفتم که اگه کیفتون زیادی دهنش گشاده، شما مثلا دونه هاتون رو کم کنید، تعداد ما کم کردن رو. یعنی من که گفته بودم 7 تا دونه یکی کم میکنم، 5 تا دونه یکی کم کردم. یا هم میتونید یه دور که اونجوری بافتید، خب دیدید کمه، بشکافید دیگه، کلا بشکافید، یا هم اول کار یه وسطش اندازه بزنید. این کاملا با چشم دیگه، با متر نیست که من بگم مثلا این اندازه کم کنید و اندازه کیف شما فرق میکنه. فقط این نکته رو میتونم بگم که کیفتون اگه گشاد بود، به اندازه دهنه خودش هم توی ردیف اول. ببینید دوستان، ما قراره مدلمون که تموم شد، اینجا قرار بود ساده بافی کنیم. من الان ردیف اول ساده بافیمو بافتم. حتما باید کم کردن دونه های شما توی ردیف اول اتفاق بیفته و ردیف بعدی نمیتونید اصلا شما دونه کم کنید، چون کاملا کار زشت دیده میشه. پس دونه کم کردن رو توی ردیف اول انجام میدید. اینجا که دونه کم کردن رو انجام دادید، حالا میتونید به هر ردیفی که دلتون میخواد این ساده بافی رو ادامه بدید و توی هر دونه یه دونه پایه کوتاه ببافید.
ولی من نمیخوام ساده بافی کنم برای کیف دهنه دار، یعنی سعی میکنم برای کیفای دهنه دار زیاد ساده بافی نکنم. اگر کیف شما قرار بود زیپ بخوره، بعد از اینکه البته اگه قراره کیفتون زیپ بخوره، شما میتونید دهنتون کلا کوچیک نکنید، همون تعداد پایه که دارید درون هر کدوم پایه کوتاه میزنید و 5 6 رج به همون صورت میبافید. ولی چون من قراره دهنه بذارم، تعداد پایه هامو کم کردم. الان دور کیف من اندازه این دهن است. بعد از این کار که ما دهنه کیف رو اندازه کار کردیم و مطمئنیم دیگه کیفمون اندازه است، ما میایم نخمون رو قطع میکنیم به این شکل. میخوام اینجا وصل کردنش هم بهتون یاد بدم. ببینید با فندک نختون رو بسوزونید، بکشید اینجوری بیرون. بعد که کشیدید ببینید این پایه رو که بافتیم، این یکی پایه از داخل قلاب رد کنید به این شکل. این نخو بکشید به سمت داخل. بعد کارتون رو برگردونید به این صورت. ببینید اینجا این نخیه که من کشیدم، این پایه رو میبینید، از این قسمت وارد کنید، این نخو بردارید و از اینجا بکشید داخل. ببینید این تبدیل شد به یه دونه پایه کوتاه به این شکل. و این نخو بیاید از اینجا رد کنید و قایم کنید به این صورت. ببینید از این قسمت ها رد میکنم و قایمشون میکنم. حتما باید آخر کارتون رو با فندک بسوزونید و چفت کنید. نگاه کنید الان با فندک همون قسمت رو محکم بچسبونید. کیف من الان اندازه شد. بعد از اینکه اندازه دهنه رو تنظیم کردید و مطمئنید که دهنه کیف اندازه دهنه شما هست، دهنه رو جاگذاری نمی‌کنید عزیزان. ما قراره برای کف این کیف یه شلاقی جدا بزنیم، بعد دور تا دورش دوباره شلاقی میزنیم به این شکل. ببینید کیفتون رو به این صورت میذارید. اجازه بدید من کل وسایل رو براتون معرفی کنم، بعد شروع کنیم به این قسمت. خانمای عزیز، برای آسترکشی و شلاقی کیف، شلاقی گذاشتن داخل کیف، شما به چند تا وسیله نیاز دارید. ببینید مهمترین وسیله شما چسب حرارتیه. چسب حرارتی نیاز دارید. نوار چسب نیاز دارید، ولی از اونایی که ارزششون زیاده. من حالا نداشتم، اینو استفاده میکنم. به 1 متر یا سانتی متر خطکش احتیاج دارید. 2 عدد پیچ گوشتی، یکیش یکم بزرگ باشه که این دهنه رو بفرستیم داخل کیف، یکیش هم برای بستن پیچ های دهنه. به قیچی نیاز دارید. چسب آهنی احتیاج دارید و مهمترین قسمت چسب 1 2 3 نیاز دارید شما. خب 2 تا نخ به این صورت آماده میکنید که دهنه رو که میخواید وصل کنید ببندید به کیفتون. حالا ما قرار شد برای کفی این کیف یه دونه کف برش بزنیم. این رو به چه صورت ما قراره انجام بدیم؟ ببینید کفی رو میایم اندازه میزنیم. ببینید از این قسمت که دورگیری کردیم، ببینید یه خطی افتاده مشخصه. این خط از طرف روش نه، از طرف داخلش خطکشو میذارم. نگاه کنید تا این قسمت داخلش تقریبا 7 سانت و طولش هم اندازه میگیرم. ببینید از داخل میذارم تا قسمت داخلی اندازه میگیرم 26. پس من باید یه شلاقی در عرض 7 و طول 26 ببرم. شلاقی رو میذاریم. اگر اینجوری شلاقی تیکه‌ای دارید که از کارهای قبلیتون مونده، میتونید استفاده کنید. ببینید من الان اینو اندازه بزنم ببینم ارزش کافیه یا نه. بله از 7 هم بیشتره. از این قسمت میذارم با یه خودکاری یا چیزی که اندازه بزنید. ببینید 7 سانت از این قسمت علامت میزنم. 26 سانت هم باید طولش می بود. خب از اینجا هم علامت میزنم به این صورت. از این قسمت ها 7 رو ضخامت 7 رو علامت میزنم که موقع بریدن درست ببرم. بعد اینو به وسیله قیچی میبرید. نگاه کنید. خب اینجا رو هم علامت زدم. خب ضخامت عرض 7 رو هم علامت زده بودم، با قیچی میبرم. خب به این شکل. ببینید یک کفی برش زدم. بعد از اینکه کفی رو برش زدید، درون کیفتون این رو بذارید ببینید چه جوریه. خب ببینید این کفی اندازه کف کیف منه. نگاه کنید کیف من به این شکله. نگاه کنید وقتی میگیرم کفش اونجاست، درست اندازه کفی کیفمه. ولی شما بیاید این کناره ها رو یک کوچولو هلالی بکنید، ببینید که کیفتون رو این قسمت های تیز خراب نکنه. ببینید یک کوچولو اون تیزیشو بگیرید به این شکل هلال کنید. خب الان نوبت اینه که بذارید من زباله ها رو بردارم که
توی تصویر اذیت نکنه. ببینید الان نوبت اینه که ما این قسمت رو بچسبونیم به کارمون. خب دوستای عزیزم ببینید کفی کیفتون رو به وسیله چسب حرارتی چسب بزنید به این صورت. فقط کفش رو چسب بزنید به این صورت. وقتی با چسب حرارتی کار میکنید باید سریع کار کنید چون زود خشک میشه چسب حرارتی. همه جاش رو زود چسب بزنید. ببینید حالا کفی رو جا بذارید درست. کف کیفتون اینجوری که گذاشتید برگردونید از این قسمت کارم. ببینید کفش رو تا کنید به این شکل. قشنگ جای کفی رو مشخص کنید. به این صورت نگاه کنید. خب با دستتون ببخشید دستم خورد به دوربین. با دستتون قشنگ فشار بدید. ببینید با دستم قشنگ فشار دادم و کفی رو چسبوندم کف کیفم. پس شد کف کیفتون رو چسب میزنید و میچسبونید. اگه ببینید میتونید وسط کار بزنید، کناره های کار رو بعدم به این شکل بلند کنید و ببینید محکم چسب بزنید به این شکل. ببینید کناره هاشو چسب بزنید با دستتون بعد بچسبونید. الان اون جاهایی که نچسبیده کناره ها من اینجوری چسب میزنم و محکم کاری میکنم. نوبت گذاشتن عدسی دور کیفه، پشت کف کیفه. ببینید به اینا فکر کنم عدسی میگن، من عدسی شنیدم، عدسی کف کیف. خب ببینید اینا رو اون جایی که قراره بذارید تنظیم میکنید به این شکل. خب من فرضی میذارم. کفیتون که مستطیلی باشه خیلی راحت جاشو تنظیم کردن، چون این سوراخ‌هایی که اینجا افتاده اینا رو میتونید بشین. ببینید اولین سوراخ من توی دومی میذارم از این قسمت، توی این قسمت هم اولین سوراخ رو رد میکنم و توی دومی میذارم. توی کفی بیزی باید اندازه بزنید، از این قسمت تا این قسمت، از این قسمت تا این قسمت اندازه بزنید که دقیقاً هر کدوم توی جا قرار گرفته باشه. خب اینا رو که اندازه هاشو زدید، جاشو مشخص کردید، در میارید. خب با یه پیچ گوشتی یا یه شیء تیزی ببینید دستتون رو از زیر میبرید داخل به این شکل. خب کفی رو نگه میدارید. اینو قراره که کجا قرار بدید، با پیچ گوشتی اونجا رو سوراخ میکنید. نگاه کنید اینجوری با پیچ گوشتی یا گفتم یه چیز تیزی. ببینید من سوراخش کردم چون میخوایم این رد بشه دیگه. ببینید با پیچ گوشتی سوراخ کردم به این شکل. اینجا هم با دستتون فشار بدید. ببینید من این کناره ها رو بعداً میچسبونم چون میخوام بهتون هی توضیح بدم. اینجوری میکنم کنده میشه. ببینید این از این قسمت در اومد بیرون. خب نگاه کنید این قسمتش. حالا اینو با دستتون فشار میدید به این صورت باز میکنید. ببینید ببینم میتونم باز کنم. اینجای کار یکم سخته، باید باز کردم. ببینید خب اینجا این یه دونه ضامن داره، نگاه کنید. ضامن یا بست میگم بهش به این شکل. این رو به این صورت قرار میدید. نگاه کنید این رو به این صورت قرار میدید، بعد بازش میکنید. با دستتون اینجا رو فشار میدید و این قسمت رو باز میکنید. اینجا رو فشار میدید و این قسمت هم که داخلشه ببینید اینجوری باز میکنید که ما اینو به شلاقی وصل میکنیم که این شلاقی رو هم اینجا نگه داره. درسته چسب زدیم ولی این شلاقی رو هم نگه میداره دیگه اینجا. خب اینو که اینجا چسبوندم، این یکی رو هم مثل اونجاشو معین میکنم و با پیچ گوشتی سوراخ میکنم و عدسیم رو میزنم به این شکل به اینجا. هر 4 تاشو به این صورت نصب میکنید. بعد این که نصب کردید دست شما، حالا شما اینجوری برنگردونید، اینجوری ببینید ته کیف میشه انجام داد. من برگردوندم که تو فیلم دیده بشه شما ببینید. بازم اگه کارتون ببینید این قسمت کار من بلند شده، الان باید چسب بزنم. چسب بزنید دوباره. خب اینم از قسمت عدسی کیف. عدسی رو شما باید به این شکل وصل کنید همونطوری که بهتون توضیح دادم. خانمای عزیز بعد از مرحله عدسی شما باید شلاقی اصلی کیف و آستری رو برش بزنید به این صورت که ببینید شلاقی ها همیشه ببینید دولا هستن. ببینید این دولاه همیشه دولا هستن. میتونید عرض 35 بگیرید یا عرض 40 بگیرید، هیچ فرقی نمیکنه. وقتی شلاقی ها دولا هستن ببینید یه طرفش بازه، یه طرفش معمولا این قسمت بسته میشه، ولی مال من این دفعه بازه. ببینید هر دو قسمت، این قسمتش هم بازه، ببینید این قسمتش هم بازه. این دو قسمت باید بسته می بود. اگر بسته نباشه هم مشکلی نیست، من راه حلش رو بهتون میگم. ببینید شلاقی رو به این صورت باز میکنید، کیفتون رو میذارید روش. خب
ببینید کیف رو به این صورت میذارید روش. ببینید این قسمت پایین رو یکم اضافه میگیرید تا چه اندازه. ببینید میاید با خط کش این وسط رو در نظر میگیرید، وسط کفی از این قسمت تا اینجا رو، از اینجا تا اینجا رو اندازه میزنید. ببینید 3.5 سانته. شما 4 بگیرید، بیشتر بگیرید هیچ اشکالی نداره، یا همون 3.5 بگیرید بازم هیچ تأثیری نمیکنه، چون قرار شلاقی رو داخل کیف هم دوباره برش بزنیم. ببینید از اینجا یه 3 سانت 3.5 سانت علامت میزنم. خط اولمو اینجا در نظر میگیرم، یعنی کیفمو از این خط میذارم. خب ببینید اینجا که گذاشتم یکم میکشم لب کیفم با لب شلاقی یکی بشه. این قسمت میام از این قسمت برش میزنم به این صورت که گذاشتم. ببینید این قسمت رو توجه میکنید درست یک کمی، یک کوچولو، یه نیم سانتی بیشتر از این قسمت من کیفم رو برش میزنم. خب اینجا رو باید علامت بزنیم. ببینید درست لب کیف علامت میزنم، درست لب کیف علامت میزنم، قراره از اونجا برش بزنم. بعد کیفو برمیدارم. اینو میتونید همینجوری برش بزنید یا خطکش بذارید، دوباره با خودکار علامت بزنید که صاف ببرید. ببینید الان اینو برش میزنم. برش دادن شلاقی کار سختیه، کلا شلاقی گذاشتن کار سختیه. به خاطر همونه که کیف‌های دستبافت خیلی ارزشمندن، قیمتشون بالاست. ببینید اینجا من یه خطی هم کشیدم، لب کیفم بود، از اینجا قراره برش بزنم. یه دونم این قسمت رو برش میزنم. خب وقتی برش زدم آماده شد، من میام اینجاها رو چسب میزنم. گفتم یه قسمت شلاقی توی اینجا قراره مثلا کف بشه، اینجوری باید بسته باشه دیگه، چون بسته نیست من چسب میزنم. اگه چسب پهن بود که بهتر بود، ولی متاسفانه تو خونه ندارم فعلا. ببینید این بعد اینکه چسب رو زدم اینو اینجوری باز میکنم. ببینید نگاه کنید من اینجا رو چسب زدم. دوباره این وسط رو ببینید، اگه چسب پهن دارید این وسط رو قشنگ بچسبونید. نگاه کنید زیاد اینور اونور نرید، چون اینجاها رو قراره برش بزنیم. این قسمت ها رو وسطش رو بزنید کافیه. نگاه کنید به این شکل. خب بعد اینکه شلاقی رو برش زدید، همین شلاقی رو بذارید و از روش آسترم برش بزنید. به این صورت آسترتون رو پهن کنید، به صورت دلا پهن کنید. ببینید من آسترم رو پهن میکنم. اول قبل اینکه چسب بزنید آسترتون رو برش بزنید. اگه که اینجای شلاقی شما برش نداشت که راحتید، ولی اگه قراره مثل من چسب بزنید اول آستر رو برش بزنید بعد چسب بزنید. ببینید توی عرض این قسمت من شلاقی رو آستر رو تا میزنم به این اندازه. خب به این صورت ببینید الان آستر من دولا هست. قسمتی رو که چسب زدم و قراره پایین باشه توی دولای بسته میذارم. ببینید درست اندازه شلاقی من، ببینید این قسمت که دولا بود درست اندازه اینجاست. از لبه این قسمت گذاشتم، از اینجا از لبه این قسمت برش میزنم. آسترم رو نگاه کنید. این قسمت رو برش میزنم. اینم از آستری. ببینید این قراره آستر کیف ما بشه. حالا آستری رو میذارم کنار و دوباره میخوام شلاقی رو توضیح بدم. خب خانمای عزیز، من گفتم چون چسب ندارم اینجا رو کم چسبوندم. شما از اون چسبای پهن این وسط بزنید، پشتش هم بزنید، یعنی پشت رو برگردونید و این پشت هم چسب بزنید دوباره. بعد اینجوری تا میکنید، باز میکنید، میذارید روی زمین. دوباره میاید عرض کیفتون رو اندازه میزنید. عرضمون رو اندازه گرفتیم 7 شد، طولمون 26 سانت بود. ببینید طول اینجا رو کلا اندازه میگیریم 26، این 35.
خب 26 و 35 حدود 9 سانت از کف کیف ما بیشتره. این 9 سانت رو تقسیم میکنیم به 2. 9 میشه 4.5 دیگه. خب از این قسمت بالا 4.5 علامت میزنم. خب از این قسمت پایینم 4.5 تا علامت میزنم. ببینید این 4.5. خب دوباره عرض 7. ببینید این خط وسط کاملا مشخصه دیگه. الان این ما بین این دوتا باید 7 باشه. پس وسط میفته میشه 3.5. 3.5 رو روی خط کش روی این تنظیم میکنم. 7 از اینجا، 1 کم از اینجا. عرض کیفمون باید وسط باشه. این وسطش که مشخصه تاش. خب از این قسمت هم ببینید وسط رو اگه شلاقی شما به این صورت باز نبود و چسب نزده بودی از وسط تا میکنید و یه وسطش یه خط میفته که خط وسط داشته باشید. ببینید این قسمتم من 7 رو علامت میزنم، 3.5 رو میذارم روی وسط و 7 رو علامت میزنم. خب الان این دوتا رو به هم وصل میکنم از اینجا. ببینید الان این قسمتی که من علامت زدم مستطیل شکل کیف منه. خب ولی این قسمت ها اضافه است. نگاه کنید این قسمت مستطیل شکل مربعی شکل اینجا اضافه است. نگاه کنید. خب این قسمت هم به همین شکل نگاه کنید سه تو فیلم بیفته. این قسمت هم که با خودکار میزنم. خانمای عزیز از آموزش شلاقی ایراد نگیرید چون کاملا توضیح میدم، خیلی گویاست و شلاقی رنگ دیگه ای نداریم که من بخوام روی اون توضیح بدم. این آموزش خیلی آموزش کاملیه، فکر کنم هیچ جا نتونید مثل این رو پیدا کنید. حالا ببینید این قسمتی که 7 سانت رو علامت زدیم این قسمت ها رو ما قراره ببریم. ببین از اینجا میبرم تا اینجا، این قسمت هم میبرم ببینید تا اینجا. دوباره این طرف هم قراره ببرم. ببینید اینو میبرم تا اینجا و این یکی هم تا اینجا، تا اینجایی که خط 7 سانت رو زده بودم میبرم. متاسفانه توی خونه چسب ندارم و به مشکل برخوردم. خب ببینید خانمای عزیز وقتی اینجا رو برش زدیم این دو تا طرف رو ببینید ما از اینجاها رو برش زدم من. خب اینو به این صورت تا میکنید تا ما بین این دوتا برش یه خط بیفته. ببینید به این صورت تا کنید، با یه چیز سفتی هم فشار بدید که قشنگ خط تا بیفته. من با قیچی فلزی محکم روش میکشم که ببینید اینجوری تا میفته. این خط وسطمون اون تا الان این ورم تا میکنم که ببینید دوباره یه خط دیگه بیفته. بذارید تا رو بندازم بعد بچسبونم. با قیچی یا چیز سفتی که دم دستتون هست، حتی میتونید گوشت کوب هم استفاده کنید. از این گوشت کوبای فلزی که باشه چه بهتر، نباشه پلاستیکی. قشنگ همسایه‌هاتون هم فکر میکنن که آبگوش میخورید. وسط آموزش یه مزاحی هم کرده باشیم. خب ببینید الان این قسمت به این شکل در اومد. من حالا وصلش کنم به هم. خب به این صورت. خب خانمای عزیز بعد اینکه خط تاها رو انداختیم اینجاها رو میبینید برش زدیم. ببینید اینجا هم یه خط زده بودیم که 7 سانت مشخص بشه، یعنی 4.5 تا اضافه بود. ببینید این قسمت رو میبرید. این از این قسمت به این صورت این قسمت رو برش زدم، این قسمت هم برش میزنم. ببینید در نهایت شلاقی شما این میشه به این شکل که این قراره به این صورت تا بخوره. ببینید به این صورت تا بخوره و داخل کیفمون قرار بگیره. حالا وقتی آتش شلاقی رو به این شکل آماده کردید حتما درون کیف بذارید و اندازه بزنید. کیفتون رو بیارید و ببینید اینجاها رو تا بزنید به این شکل. حتما این قسمت وسط رو که من با چسب نواری زدم شما با چسب پهن که هستن برای جلد کتاب و اینا حتما با اونو محکم بچسبونید تا بلند نشن. ببینید به این شکل اینو میگیرید، به این شکل اینو داخل کیفتون قرار میدید به این صورت.
قشنگ کفیشو جاساز میکنید. خب ببینید الان این ببینید حتی با یه گذاشتن داخل کیف چه ایستایی قشنگی به کیف میده. خب الان با اینکه از لبه برش زده بودیم بازم شلاقی ما ببینید کیفتون رو البته باید به این صورت بکشید، نگاه کنید موقع چسبوندن رو به این صورت بکشید، ولی شلاقی شما نهایت باید تا این قسمت برسه، یک سانتی باید این قسمت بیرون باشه برای نصب دهنه. الان شلاقی من بزرگه، من باید به این صورت ببینید اینجوری که بزرگ بود یک ردیف به این صورت برش بزنید از شلاقیتون. این قسمت هیچ کار خاصی نداره. ببینید این قسمت رو برش زدم، این یکی رو برش بزنم. یک ردیف باید برش بزنم. درسته برش زدن شلاقی سخته، ولی به این سختی هم که من انجام میدم نیست، چون من میخوام توی فیلم بیفته کارم، به خاطر همون معطل میشم. ببینید الان وقتی فردا من اینو بکشم و بس کنم اندازه ببینید به این صورت، وقتی میخوام بس کنم به این صورت نیم سانت اضافه میمونه از این هر قسمت. خب بعد اینکه اینو جاساز کردید و دیدید اندازه است، شما اینو در میارید، این کاملا مطمئنید دیگه الان اندازه است، میذارید کنار، میرسید به وصل کردن دهنه. چون اگه اول شلاقی رو بذارید بعد بخواید دهنه رو نصب کنید اصلا نمیشه، خیلی کار سختیه، اگه هم بشه خیلی کار سختیه. خب خانمای عزیز برای نصب دهنه شما کیفتون رو از وسط تا میزنید به این شکل و دو گوشه وسطش رو پیدا میکنید. ببینید الان دو گوشه وسط من اینا هستن. وقتی دو گوشه وسط رو پیدا کردید قلاب رو میبرید داخل، همون نخهایی که گفتم ازش در میارید. این از یه گوشه، اینم از گوشه دیگه. وقتی که نخاتون رو در آوردید به این شکل از دو تا گوشه، این گوشه های دهنه رو ببینید به این صورت با نخ میبندید. اگه وسط کارتون رو پیدا نکنید دهنتون روی کیف خیلی زشت میشه. حتما باید وسط کیفتون رو پیدا کنید و به وسط دهنه ها با یه چیز اینجوری من با نخ میبندم. حالا شما شاید خیلی خلاق باشید یه چیز دیگه پیدا کنید، به منم بگید حتما اگه پیدا کردید. ببینید به این صورت قرار میدیم. خب به این صورت بعد اینکه وسطش رو پیدا کردیم و دهنه رو زدیم شروع میکنیم. ببینید اول این کناره ها رو میچسبونیم با چسب، این کنار و این کنار، بعد کناره ها این قسمت ها رو چسب میزنیم. نکته دیگه که باید بگم، شما نوک چسب رو که میخواید برش بزنید اوریب برش بزنید. ببینید من اوریب برش زدم. خب حالا میایم به کمک این پیچگوشتی نسبتا خیلی زشت، مال من خیلی زشته. خب این گوشه ها رو میدیم داخل. ولی چه جوری میدیم داخل؟ ببینید چسب رو که به صورت اوریب برش زدیم این قسمت. خب خانمای عزیز ببینید به این صورت گفتم که نوک اینو باید به صورت اوریب ببرید. بذارید من امتحان کنم ببینم چسب میاد. بله ببینید شما وقتی میخواید این قسمت رو بچسبونید، وقتی اینو میزنیم به دور تا دور این کارمون خیلی کثیف میشه، چون وقتی میخواید با پیچ گوشتی اینو فشار بدید داخل میخوره به این ورا. بهترین راه برای این کار اینه که ببینید و اینو که به صورت شیاری برش زدید ببینید داخل، بذارید ببینم میتونم نشون بدم. ببینید داخل اینجا رو میبینید، شما به داخل اینجا چسب بزنید، بعد کارتون رو با پیچ گوشتی واردش کنید، خیلی تمیز در میاد، به هیچ جا نمیخوره. ببینید من الان با چسب رو میزنم به این صورت به داخلش، به این قسمت. چسب رو کوچولو کوچولو بزنید چون زود خشک میشه و به خاطر اینکه کارتون خراب میشه اگه زیاد بزنید، و سعی کنید که ببینید از این قسمت های کارتون بگیرید و وارد قسمت چسب زده بکنید. ببینید این قسمت رو باید بشینم من، چون خب عزیزان ببینید من این قسمت رو وارد کردم. بعد اینکه چسب زدید وارد کردید حتما اسپری بزنید چون کمک میکنه که زود خشک بشه. ببینید بعد اینکه این قسمت رو تا اینجا زدید نوبت میرسه این قسمت رو هم بزنید. گفتم که کم چسب بزنید تا بتونید که تسلط زیادی داشته باشید. ببینید اینو بگیرید اینجوری با پیچ گوشتی بدید داخل، به این صورت نگاه کنید.
سعی کنید تمیز کار کنید به این صورت. ببینید الان این قسمت رو وارد کردم، زود چسب میزنم، هم از اینجا میزنم هم از این قسمت که زود خشک بشه. ببینید تا اینجا میزنم هر دو قسمت رو. امیدوارم که متوجه شده باشید. ببین الان این قسمت هلالی رو چسب میزنم. نگاه کنید دیگه زیاد چسب نزنید که وقتی میخواید کارتون رو بدید داخل از کنارها بیاد بیرون. ببینید این قسمت رو با دستتون اینجوری بگیرید بدید داخل به این شکل. نگاه کنید. از کنارها بدید داخل به این شکل. با پیچ گوشتی دادم داخل کناره ها رو به این شکل. بعد سریع اصلا نگران نباشید، این اسپری که میزنید زود خشک میشه. خب این قسمت کناری هم چسب میزنم. ببینید دوباره با از اینجا صافش میکنم و با پیچ گوشتی میدم داخل به این شکل. این گوشه ها شکم سخته، حالت هلالی داره ولی جاهای صاف خیلی راحت میرن. ببینید کامل دادم داخل قسمت کناری رو، با پیچ گوشتی سریع اسپری میزنم. خب ببینید این قسمت رو من دادم داخل. از این قسمت هم ببینید تمیزه. این قسمت رو که دادم داخل، این قسمت رو قراره چسب بزنم تا اینجا. این قسمت که تموم شد، قسمت کناری تموم شد، میایم دو قسمت رو به این شکل اینجاها رو صاف چسب میزنیم و میدیم داخل و کارمون تموم میشه. اینم از نحوه چسبوندن در واقع دهانه. خب خانمای عزیزم، بعد از اینکه دهنه رو کامل چسبوندید، ببینید من الان اینو دور تا دورش رو چسبوندم. ببینید کلا چون داخل کار چسب میزنیم اصلا به کناره ها چسب نمیخوره، کامل تمیزه. نکته‌ای که من توی کیفام رعایت میکنم که کارم تمیز در بیاد همینه. دوره کیف اصلا نه از این طرف نه از اون طرف هیچ چسبی نداره، کارم خیلی تمیزه. خب بعد از اینکه دهنه آماده شد، پیچاشو میتونید آخر سر ببندید. من کلا کیفو تموم میکنم، پیچو آخر سر میبندم. ببینید این شلاقی رو که تهیه کرده بودیم بالاخره یه چسبی پیدا کردم، اینو چسبوندم. ببینید به این شکل شلاقی رو ببینید اینجوری میگیرید. خب تا میزنید اینجوری، ببینید به این شکل تا که زدید به این صورت. خب اینو قراره بذاریم داخل کیف به این صورت. یکم سخت میره چون دهنه داره و باید با فشارهای فراوان وارد کیف بکنید. اینو ببینید اینجوری بذارید، کنارش رو وارد کنید. خب بعد برید داخل، اینو با فشار کوچولو سعی کنید بدید داخل کیف از قسمت به این شکل. با دستتون فشار بدید و با فشار وارد کنید داخلش رو. الان فشار بدید داخلش و جاشو تنظیم کنید اینجا. خب به این صورت. ببینید الان توش تنظیم نیست، دقیق دارم جای کفی رو درست میکنم. الان درست. ببینید توی کیف کاملا جای کفی رو درست میکنید و ببینید به این شکل کیفتون رو بکشید، کفی رو داخلش درست کنید که کاملا ببینید کاملا درست وایسته داخل کیفتون به این شکل. ببینید وقتی کیفمو میکشم اندازه کیفمه و اینجا یک کوچولو جا مونده که آستر رو بدوزم. به این صورت نگاه کنید. این نماییه که شلاقی به کیف ما میده. خیلی قشنگه، خیلی یعنی واقعا زیباست. ببینید چه ایستایی قشنگی به کیف من میده. خب یه نکته که یادم رفت بگم این بود که بعد اینکه دوره دهنتون رو چسبوندید حتما دهنتون رو یه باز و بسته بکنید، چون امکان داره به این قسمت رو چسب زده باشید و خودتون ندونید و بعد اینکه خشک شد دیگه نمیتونید، دهنه میشکنه، نمیتونید دهنتون رو حرکت بدید. خب اون از نکته دهنه. خب من کیفم رو تنظیم کردم. ببینید بعد از اینکه داخل کیف شلاقی مجا دادم، نوبت میرسه به چسبوندن شلاقی. شلاقی رو با چسب حرارتی بچسبونید. ببینید اینجوری بگیرید به این شکل. الان ببینید کیف من ببینید اینجوری زیاد رو هم اومده. ببینید این قسمت ها رو میبینید خیلی زیاد اومده رو هم. وقتی دیدید کیفتون اینجوری زیاد اومده رو هم،
خب این قسمت ها رو با قیچی، این قسمت ها رو که روی هم، ببینید روی هم اومده، از اینجا با قیچی ببرید، از اینجا یه کوچولو، یعنی یه 2 سانت روی هم بیاد، زیاد نه. اینا رو با قیچی ببرید. بعد اینکه با قیچی بریدید نوبت میرسه به چسبوندنش. چسبوندنش هم به این شکلی که ببینید اینو تا اینجوری برمیگردونید. خب بذارید نشون بدم. ببینید این قسمت ها رو برش زدم، یه کوچولو موند رو هم نگاه کنید. خب الان نوبت اینه که من شلاقی کیفم رو بچسبونم. ببینید یه کوچولو بکشید بیرون به این شکل. کیفو باز کنید. وقتی اینو کشیدی بیرون اینجا رو باز کنید، چسب حرارتی رو از اینجا وارد کنید، بزنید به کف. ببینید به این شکل نگاه کنید. اونجا کفی که خودمون اول شلاق چسبوندیم رو چسب میزنم، به این شکل چسب میریزم داخل کفی و قراره بچسبونم. نگاه کنید. خب داخلش رو چسب زدم و میچسبونم. با دستتون جایی رو که چسب زدید رو فشار بدید. این طرفش رو که چسب زدید این طرفش رو تا کنید. کیفو باز کنید. این قسمتش رو از قسمت کفی برید بهش، کفی که اون شلاقی که اول چسبونده بودیم یادتونه، روی اون چسب بزنید و کارتون رو محکم کنید. چسب میزنم الان من. خب بعد اینکه چسب زدید، ببخشید به دوربین خوردم، بعد اینکه چسب زدید با دستتون بذارید داخلش و بذارید بچسبه، محکم کنید کفشو. خب بعد اینکه کفی رو چسبوندید نوبت میرسه به کناره ها، این کنار و روبرو. ببینید اینجوری تا کنید، قشنگ از پایین شروع کنید. یه کوچولو پایینش رو چسب بزنید به این شکل. ببینید چسب رو میریزم به قسمت های پایین کیف. خب وقتی که چسب رو زدم ببین کیف رو بکشید به سمت بالا، شلاقی رو بچسبونید. ببینید کیف رو میکشم، شلاقی رو میچسبونم. بکشید تا بچسبونید به این شکل. کامل باید هر گوشه رو چسب بزنید تا از اینجا تا اینجا و از اینجا تا اینجا، از اینجا تا اینجا که این قسمت ها محکم بچسبه. ببینید الان به این شکل. هنوز کناره ها رو کار داریم. ببینید این قسمت رو کامل نچسبوندم، به این شکل قراره بشه. خب بعد اینکه این دوتا کنار رو چسبوندید کامل، شما میاید ببینید این گوشه رو میبینید اینجا یکم زیادیه. ببینید وقتی اینو میبندیم اینجا یه مثلث کوچولو ایجاد میشه دیگه. ببین انگار میره داخل. این قسمت رو که برای مثلث اضافه هست با قیچی ببینید به این صورت، به صورت یه ضربدر کوچولو، یه مثلث کوچولو، ببینید به صورت یه مثلث کوچولو این قسمت رو خالی کردم. خب چون وقتی این بسته، ببینید الان اینو که چسبوندم اینجا کامل، بعد اینکه این قسمت رو از این طرفم ببرید از این طرفم ببرید، ببینید هم اینو میبرید، اینو برش زده بودم، هم اینو میبرید، دو تا شلاقی که میاد یکیش از این طرف یکیش، این مثلث رو اینجا خالی میکنید. خب بعد اینکه چسبوندید ببینید این راحت بسته و باز میشه. خب وقتی اینو میچسبونید کارتون خود به خود درست میشه. نگاه کنید به این شکل. اگه چسب بخوره الان کامل درست میشه کار من. این قسمت هم دوباره میبرید قسمت های تیزشو و چسب میزنید و چسبوندن شلاقی اینجا تموم میشه. فقط دقت کنید که این نوک ها رو، این جاها رو کامل چسب بزنید و دور تا دور کامل بچسبونید. من کامل کارمو میچسبونم و براتون توضیح میدم ادامهشو. خب خانمای عزیز، من ببینید ایستای کیف وقتی که شلاقی گذاشته شد، ببینید اینم نمای داخل کیف که شلاقی رو دور تا دور چسبوندم به همه جا. بعد از اینکه شلاقی تموم شد به این شکل نوبت دوخت آستریه. آستری رو به این شکل از وسط تا کنید، یک بار درون کیف بذارید. ببینید
به این شکل دولا کنید، داخل کیف یک بار بذارید ببینید اندازش درسته یا نه. الان اندازه آستری من کاملا درسته. یک کوچولو هم قرار این کنار تا بشه و دوخته بشه. وقتی که دیدید آستریتون اندازه است، یه نکته مهم بگم، موقع برش آستری این قسمتی که قراره به دور دهانه بدوزیم، یعنی دهانه آستر رو یک کوچولو بزرگتر، 1 سانت یا نیم سانت از هر طرف بزرگتر بردارید، چون کیفایی که دهنه میخورن این قسمت موقعی که آستر میدوزیم آستر بیشتری میبره. خب من الان کلا از پایین تا بالا 2 سانت اضافه گرفتم. موقع دوخت آستر روی کیف من بهتون خواهم گفت که اگر بزرگ اومد چیکار کنید. حالا کیفمون که آماده است، شلاقی گذاشته شده، آماده شده، ببینید به این شکل آماده است. نوبت دوخت آستریه. آستری رو ما میخوایم توی این کیفم براتون میخوام آستری ساده رو بگم. روی آستری رو میذارید، روی آستری باید به خودم باشه. بذارید توضیح بدم بعد. روی آستری به خودم باشه، یه تیکه‌ای برش میزنید. این تیکه اندازه نداره، بهترین اندازش من به این شکل اندازه میزنم. گوشیمو میذارم روی این تیکه. خب گوشیمو میذارم روی این، مثل این قاب گوشیم اینجاست، ببینید گوشیمو میذارم روی این به این صورت. بعد یکم دورش رو اضافه تر از گوشی میبرم، چون قراره اینجوری تا بشه و تمیز دوزی بشه. خب چون توی جیب کیف قراره گوشی بذاریم یا کارت بذاریم، چیز دیگه ای نمیخواد زیاد بزرگ باشه. حالا روی آستری که قرار داخل کیف قرار بگیره، قسمت تمیزش روبروی منه. از این بالا یک کوچولو بیاید پایین، زیاد نه، روی جیبم به خودتون باشه به این شکل. اول اینکه دور تا دور این رو به این صورت تا میکنید و با چرخ میدوزید. منتها من نمیخوام اون کار رو انجام بدم، این کارم به نظر من قشنگه توی کیف. ببینید اندازه‌شو که میذارم، از این کناره ها هم ببینید، این کناره های آستر وسطش بذارید، در نظر بگیرید وسطش کجاست و بذارید. با سنجاق کوب کنید. بذارید ببینم من اینجا سنجاق دارم. ببینید با سنجاق روش، اگر این قسمت کارتون هم برش زدید باید تمیزکاری کنید، ولی من چون این قسمت ترکیه لازم نیست تمیزکاری کنم. ببینید وسط این آسترمو پیدا میکنم، وسطش اینجاست. جیبمو به این صورت ببینید از بالا حدود، بذارید اندازه بگم بهتون، حدود 6 سانت اومدم پایین. ببینید به این شکل با سنجاق فیکس میکنم. با سنجاق جیبو فیکس کردم روش. این جیب ساده است، زیپ نداره. خب ببینید چرخمو میارم اینجا که قراره ببینید دهنه جیب من باشه. اینجا رو نمیدوزم، ولی این دور تا دورشو میدوزم. حتما اول باید جیبتون رو بدوزید، بعد دور تا دور آسترتون رو بدوزید به این شکل. خب بعد دوخت جیب که به این شکل شد، ببینید این جیب سادمون، نخهای اضافی رو حتما تمیز کنید، کارتون تمیز باشه این صورت. حالا آستر رو تا میزنید و از قسمت بیرونی، از قسمتی که قراره، یعنی قسمت کثیف کار، از قسمت کثیف کار به این شکل قراره بذارید زیر چرخ و بدوزید. ببینید الان من اینو میدوزم با دوخت ساده. کارتون رو محکم کنید و ببینید اینم از آستر کیف ما. کیسش رو دوختیم قشنگ، جیب گذاشتیم واسش به این شکل. خب اینو میذاریم داخل کیف، دوباره اندازه میزنیم. ببینید کاملا با دستتون باز کنید داخلش رو، ببینید به این شکل با دستتون بدید کناره ها که اندازش مشخص بشه. ببینید آستر ما کاملا اندازه هست. این قسمت رو هم که قراره از اینجا تا کنیم یکم موقع دوخت، به این شکل کاملا اندازه هست. اینم از جیبش به این شکل. خب ببینید اینجوری قراره دوخته بشه. نکته ای که موقع دوخت آستر به اینجا رو میتونید هم بدوزید. من شخصا خودم میدوزم، چسب نمیزنم، ولی خیلی ها هستن که این قسمت رو اینجوری تا میکنم و چسب میزنم، با چسب حرارتی میچسبونم به این شکل از لبه های کار. من ولی میدوزم. اگر این قسمت ببینید شما اینو وسط میکنید به این شکل، وسط ها رو توی وسط میذارید، بعد این قسمت هم وسطاشو پیدا میکنید و وسط میذارید. از این قسمت شروع میکنید به سمت کناره ها میاید میدوزید، بعد از این سمت به سمت کناره ها میدوزید. اگه این قسمت دیدید آسترتون اضافه هست موقع دوخت، هیچ اشکالی نداره. ببینید اینو به این شکل ببینید بذارید روی این و بدوزید، انگار تنگ کردید.
ببینید هیچ مشخص هم نمیشه. پس به این صورت نگاه کن، این وسط کار منه، تا میزنم یه دونه، اینم تا میزنم روی این، به این شکل میذارم میدوزم. اگر اضافه بود، اضافه هم که نبود هیچی. خب نکته بعدی کار آستر اینه که ببینید من برای بعضی کیف ها این کار رو انجام میدم، برای بعضی کیف ها انجام نمیدم. کاملا سلیقه‌ای، بعضیا دوست ندارن. ببینید مثلا یه چیزی میذاری داخل کیف، دوست داری گمش کردی بگردی، آستر رو در بیاری تکونش بدی. بعضیا دوست ندارن آسترشون با چسب بچسبه داخل کیف. ولی اگر مشتری شما دوست داره آسترش به کیف بچسبه، شما باید این کارو بکنید. نگاه کنید، دوربینمو تنظیم کنم. ببینید اگر که با چسب حرارتی شما بچسبونید آسترتون رو، خط میفته و بعد اینکه آستر رو که گذاشتید داخلش خشک شد، خیلی مشکل آستر رو تکون دادنش. به خاطر اینکه اون اتفاق نیفته، شما با چسب آهن بچسبونید. فقط یک نکته، شما باید حتما چسب آهن رو خیلی دقت کنید، چون اگه یک ذره به بیرون کیفتون بخوره، کیفتون کلا خراب میشه و جدا نمیشه ازش. به چه صورت کار میکنید؟ ببینید من این قسمت های بغل کیف رو با چسب آهن آسترش رو نمیچسبونم، فقط این قسمت و این قسمت رو کامل تا اینجا میچسبونم که قشنگ دیده بشه. به چه صورت؟ ببینید چسب آهن رو به این شکل میمالید به کیفتون. ببینید یه چند جاش رو میمالید به این صورت. کفش رو میمالید به کفش و به این طرفش. چسب آهن خیلی دیر خشک میشه و اصلا نگرانی نداره که زود عجله کنید یا کار خاصی. پس شما حتما با آرامش کار کنید که به بیرون کیفتون نخوره و کامل و مرتب باشه کارتون. ببینید الان من چسبمو زدم، یه دونه از کناری شلاقی ببرید به این شکل. ببینید من با این چسبوندم، اینو بمالید به همه جای کیف. ببینید با شلاقی به این شکل، ببینید تا لبه ها بیایید، ولی مواظب باشید که به کیف نزنید. ببینید به همه جا چسب میزنم. کفش هم به همون شکل بمالید. خب این طرف هم بمالید. ببینید انگار که دارید به دیوار خونتون با ماله گچ میزنید. ببینید کامل به همه جا. ببینید به این صورت، ببینید بمالید چسبتون رو. اینو بذارید یه جای دیگه. بعد این کار داخل کارتون رو یکم فوت کنید. اگه فوت نمی کنید بذارید که تقریبا 2 دقیقه بمونه. خب بعد اینکه موند، ببینید جای کثیف آستر به داخل کیف قراره بره. ببینید آستر رو بندازید داخل کیف. خب من دستمو پاک کنم که نخوره به آسترم. آستر رو قشنگ بندازید داخل کیف. توی کیف آستر رو ببینید اینجاشو مواظب باشید که نخوره. توی کیف کاملا جاساز کنید به این صورت. ببینید بعد با دستتون به این صورت آستر رو جای خودش قرار بدید. ببینید من الان دارم آسترمو هدایت میکنم که جای خودش قرار بگیره. ببینید اینا رو که اینجوری صاف نیستن، یک لحظه اجازه بدید. ببینید عزیزان اینجا که صاف نیست من میکشم و صاف میکنم با دستم. ببینید چسب آهن یه خوبی رو داره که زودی نمیچسبه و میتونید کارتون رو قشنگ انجام. ببینید این حباب های داخل کیفتون رو بگیرید کاملا صاف کنید. این شکل کاملا صاف کنید. این قسمت کارم صاف کنید. خب خانمای عزیز ببینید من 2 طرف رو کامل چسبوندم. این نمای داخلی کیف خیلی تمیز، خیلی زیبا و کاربردی. ببینید به این صورت. این کنارها هم قراره یه کوچولو تا بشه و دوخته بشه به این صورت. گفتم میتونید با چسب حرارتی بچسبونید، خودم شخصا دوست ندارم، و میتونید با دست با نخ هم رنگ بدوزید به این صورت. اینم داخل کیفمون مرتب. در آخر این که فکر کنم همه نکات رو توضیح دادم. ببینید من همه نکات رو در مورد ایستایی یک کیف، دوخت جیب داخل و همه نکاتی که قراره یک کیف زیبایی داشته باشید من براتون توضیح دادم. امیدوارم که آموزشم مورد استفاده شما قرار بگیره. یک نکته‌ای که یادم رفت بگم، قبل اینکه شما آستر رو نصب کنید شما باید هر اکسسوری که دارید دسته قراره نصب کنید به این شکل. خب هر چی که دارید باید قبل آستر نصب کنید و از شلاقی به شکلی که گفتم با پیچ گوشتی سوراخ کنید و رد کنید و بست بزنید، بعد آستر بزنید. اینم یه نکته دیگه بود که یادم رفته بود بگم. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. بازم اگه جایی مبهم بود حتما توی سوال ازم بپرسید، من سعی میکنم جواب بدم. ایستایی کیف من توی فیلم مشخصه، واقعا تمیز کار میکنم، واقعا تجربه‌ای که داشتم رو به شما انتقال دادم و سعی کردم که تمام نکات رو گفته باشم. بعد اینم ببینید واقعا که کسی که بافنده است این حال و روز دستاشه به دست من نخندید، چون واقعا پینه میبنده، واقعا کثیف میشه و
این نکته رو به یاد داشته باشی که هر کسی میخواد که پول حلالی در بیاره حتما زحمت میکشه. واقعا من بابت تهیه این ویدیو خیلی زحمت کشیدم. لطفا فقط خودتون ببینید و به جای دیگه به اشتراک نذارید. امیدوارم که تو آموزش های بعدی ببینمتون. خیلی هم خوشحالم که شماها رو دارم و به من اعتماد میکنید. خدا نگهدار عزیزان.